السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره قدر سوره مکی هست و دارای 5 آیات است. در این سوره سخن میگوید از نازل شدن قرآن و از فضیلت شب قدر بر تمام روزها و تمام ماهها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله پاک در می فرماید که انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی که ما نازل کردیم. چی را؟ انزلناه گفته قرآن را در شب قدر. در اینجا مفسر می فرمایند که الله پاک قرآن را یک باره از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل کرد که بیت العزش میگویند. جملتا واحد گفته یک باره از لوح محفوظ به چی؟ بیت العز نازل کردن و در مدت 23 سال، یعنی که هر یک واقعه هایی که میشید، هر یک حادثه هایی که میشید از همون بگیم آسمان دنیا، یعنی که بیت العز دیگه به پیامبر خدا صلی الله علیه و نازل شدن میگرفت. اما هم یک شب لیلة القدر از بگیم از عرش ای لوح محفوظ به بیت العز نازل شده است، اون شب قدر است. و ما ادراک ما لیلة القدر. و اینجا الله پاک بزرگی همین شب قدر گفته است و تو چه خبر است که چه علمی هست از فضیلت او؟ ما لیلة القدر، چی است اون شب قدر؟ یعنی که و ما ادراک و تو چه خبری هست که چی است شب قدر، یعنی که فضیلتش چی است، اون چه قدر فضیلت دارد. در اینجا 3 فضیلتی شب قدر ذکر میکند، 3 مرتبه بزرگی اونا بگیم و شرف و شأن او را در الله پاک ذکر کرده است. یکم لیلة القدر خیر من 1000 شهر. یکم این است که همون شب قدر بهتر است. لیلة القدر گفتم شب قدر بهتر است از 1000 ماه کرده. مفسرین در این میگویند که اگر که 1000 ماهی که در شب قدر توغری نیاید، یعنی که 1000 ماهی که در اون رمضان نیست و شب قدر نیست، 1000 ماه عمل کن اگر یک لیلة القدر بعد فضیلتش شاید که درک کنی، اما یک شب قدر عبادت میکنی و از شب زینداری میکنی، 1000 ماه عبادتی که در غیر بگیم لیلة القدر میکنی همین قدر بلند است. چقدر که ابن کثیر رحمه الله و بعضی دیگر مفسرین ذکر کرده هستند که میگوید یک مردی سلاح پوشید و جهاد کرد در راه الله 1000 ماه. پس همین تعجب کرد رسول خدا صلی الله علیه و مسلمان ها را از همین کار و پیامبر خدا صلی الله علیه و تمنا کرد میگه بر امتش. پس گفت پروردگار گفت گردوندگی هستی امتی من را عمرشان کوتاه و عملشون کم. پس الله پاک همین شب قدر داد میگه لیلة القدر خیر، گفت همین شب قدر گفت بهتر است برای تو و برای امتت از 1000 ماه کرده که در همون جهاد کنی و خیر کنی، گفته از همون بهتر است. و دیگر که هست در اینجا در فضیلت قدر 2 مرتبهش ذکر میکند، 2 منزلتی شب قدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة یعنی که نازل میشوند، پای در پای ملائکه نازل شدن میگن. و روح از جبریل میگن. فیها در همین شب قدر بإذن ربهم با اجازت پروردگارشان، من کل امر گفته از تمام چی امر،
یعنی که در اینجا میگن که بعضی مفسرین که از این سال به این سال چی کار میشه، در همینجا چی میشن ملائکه، یعنی که الله پاک همین چیزها را به واسطه ملائکه نازل میکند، از رزق باشد، از عمل باشد، از امر باشد، همین خیل نازل میکند. و این فضیلت دویمش ذکر کرد. سیمش سلام هی حتی مطلع الفجر، سلام هی حتی مطلع الفجر. گفته سلامتی یا اینکه درود همین شب سلامتی هست و درود هست و رحمت هست، حتی مطلع الفجر تا صبح دمیدنه. یعنی که ملائکه ها در این شب وقتی که میفرویند و برای مؤمن های مجتهد و کوشش کننده آنها چی میکنند؟ دعا میکنند و درود میگند و هر چیزی که هست بر نزد الله با برگشته و اونها چی میکنند؟ الله پاک به خاطر ملائکه را نازل کردنش یک علتش این است که ظاهر میکند که این بنده هایی که من خلق کردم شکرگزار و سپاسگزار هستند. اما یعنی که یک شب قدر این قدر فضیلت داشته است که اگر که 1000 ماه اگر انسان زنده بماند و گفته که خیر کند و عبادت کند و جهاد کند، بعد شاید که به لیلت القدر برابر شود. اما یک شب انسان زنده داری میکند، در الله عبادت میکند، تقوا میکند، ذکر میکند، توبه میکند، الله پاک بگیم 1000 ماه فضیلت در هم یک شب به امت محمد صلی الله علیه و سلم میدهد. این خاصه امت محمد صلی الله علیه و سلم است. این از رحمت الله است بر بالای ما بنده های بگیم کم عمل، کم عمر، بی تقوا بودنمان. الله پاک بالای ما رحمتش زیاد شده است به سبب پیامبری خدا صلی الله علیه و سلم. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.